وصیت 23 خداوند مشکلات را برطرف می نماید. از عبدالله پسر ابو عوف رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود شخص حاجت و مشکلی به خداوند و یا نزد بنده داشته باشد، پس طهارت کامل نماید و 2 رکعت نماز بگزارد، سپس خدا را حمد گوید و به پیغمبر صلی الله علیه و سلم صلوات گوید و بگوید لا اله الا الله الحلیم الکریم، نیست معبود برحق مگر خدای حلیم و کریم، سبحان الله رب العرش العظیم، پاک است پروردگار عرش بزرگ، الحمد لله رب العالمین، ستایش پروردگار عالمیان را، اسألک موجبات رحمتک، سببهای سزاوار شدن رحمتت را می پرسم، و عزائم مغفرتک، آرزوی مغفرتت را می پرسم، والغنیمت من کل بر، از تمام نیکی غنیمت را می پرسم، والسلامت من کل اثم، سلامتی را از گناه می پرسم، لا تدع ذنبا الا غفرته، تمام گناه را ببخش، ولا هما الا فرجته، تمام غم را دور نما، ولا حاجة هي لك الرضا الا قضيت یا ارحم الراحمین، تمام حاجتی را که رضای تو در آن باشد روا بگردان ای با رحمترین رحم کنندگان. سپس حاجت دنیا و آخرتش را بپرسد، خداوند روا می‌گرداند. روایت ترمذی و ابن ماجه.